رمضان که کشتزار بندگان خداست فرا رسید تا دلهایشان را از ناخالصی ها پاک گردانند. پس حقوق رمضان را در گفتار و کردار ادا کن و از آن ره توشه‌ای برای آخرت خیش برگیر. کسی که بذری بکارد و در مرحله داشت و آبیاری زراعتش کوتاهی کند، در هنگام برداشت محصولش پشیمان می شود. خواهر و برادر مسلمانم، فرارسیدن ماه رمضان مبارکتان باد. این ماه با تمام برکتها و خوبیهایش فرا رسید. بهار قرآن، فصل ایمان، ماهی که در آن رحمت خاص و ویژه الهی نازل می گردد و گناهان بخشیده شده، دعاها مستجاب می شود. در این ماه علاقه و شتاب بندگان به سوی کارهای نیک مورد توجه ویژه الله متعال است و الله متعال در مقابل فرشتگانش به اعمال شایسته و نیک بندگانش مباهات می فرماید. ای وای به حال آن که در این ماه از رحمت الهی محروم گردد و خوشا به حال آن که فرصت رمضان را غنیمت بشمارد و به الله تقرب جوید.